همیشه مادرم میگفت دست بعضها نمک نداره. با خود میگفتم دست چطور نمک میداشته باشه؟ ایگه به وقت فهمیدم که بزرگ شدم. احترام کردم، بی‌احترامی دیدم. اعتماد کردم، بی‌اعتمادی دیدم. محبت کردم ولی نفرت دیدم. وفا کردم، خیانت دیدم. توجه کردم، بی‌توجهی دیدم. خلاصه هر کار خوبی که کردم جوابش با بدی داده شد. با خود میگفتن ای چقدر انسان احمق و نفهم است. هر قدر که بهش بدی میکنیم باز هم خوبی میکنم. نه بابا، انسان احمق و نفهم نبودم. تمام کارایتان رو میدیدم ولی به خوبی ها باور داشتم. به این باور داشتم که جواب خوبی با خوبی داده میشه، نه با بدی. جواب نفرت با نفرت داده نمیشه، با محبت داده میشه. به این باور